سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز پیج 900 مایده شرق. در خدمتتون هستیم امروز با یه پست ویژه راجع به انواع اسپرینکلرها و به طور خاص میخوایم راجع به این حباب جیوه‌ای که داخل اسپرینکلر هست صحبت کنیم. خدمت شما عرض کنم که ما اینجا دو تا اسپرینکلر پایین زن، یکی از برند کالن و یکی از برند آریا کوپلینگ داریم. تو پست قبلی خدمت شما عرض کنم که این مشخصات نوشته شده روی دفلکتور اسپرینکلر رو با هم دیگه بررسی کردیم و میتونید اونجا مراجعه کنید و این عباراتی که روی دفلکتور نوشته شده رو اونجا ما توضیحاتش رو کامل دادیم تا متوجه بشید که به چه صورت هستش. حالا نکته چیه؟ نکته این هستش که این دوتا اسپرینکلر هر دو جفتشون پایین زن هستن همونجوری که مشاهده میکنید و تفاوت فنی با هم ندارن. تفاوت فنیشون در چی هست؟ در این حباب اسپرینکلر هست که اینجا یکی به رنگ قرمز هست و دیگری به رنگ حالا زرد به نوعی میشه گفت. توی وبسایت مقاله اسپرینکلر چیست ما رو اگه مطالعه بفرمایید ما اونجا کامل توضیح دادیم که در واقع خدمت شما عرض کنم که این رنگ حباب ها هر کدام نشان دهنده چی هست. اصلی ترین مشخصه رنگ این حباب ها نشان دهنده دمای کاری اسپرینکلر هست که اسپرینکلر با حباب قرمز 68 درجه و پرکاربردترین نوع اسپرینکلر هست در محیط های کم خطر و محیط هایی که دمای بالایی ما نداریم، دمای کاری محیط بالا نیست. و این حباب زرد رنگ اسپرینکلر 79 درجه هست که معمولا برای محیط هایی که حالا یه مقدار کارگاهی هست یا یک مقدار دمای کاری بالاست و ما نیاز داریم به این که اسپرینکلر در دمای بالاتری فعال شه، چون اگر دماش مثلا 68 درجه باشه این اسپرینکلر شاید خیلی زود منفجر بشه و در واقع عمل کنه و کار خودش رو انجام بده، در صورتی که ما نمیخوایم. اونجا به طور عادی دما مثلا 65 68 درجه هست، ما نیاز داریم اگر شد 80 درجه 79 درجه این اسپرینکلر فعال بشه که نیاز به این نوع اسپرینکلر داریم. حالا رنگ های متفاوت دیگری هم هست، رنگ های مثلا بهتون بگم که آبی رنگ هست، تو دمای 93 درجه رنگ های بنفش رنگ بنفش رنگ هست، تو 141 درجه سانتیگراد فعال میشه. و همونطور که اینجا مشاهده میکنید روی دفلکتور این اسپرینکلر آریا کوپلینگ اینجا عبارت 79 درجه سانتیگراد ذکر شده و اسپرینکلر پندنت، اسپرینکلر پایین زن، و روی این یکی اسپرینکلر ما که قرمز رنگ هست این حباب اینجا عبارت خدمت شما عرض کنم که اگر که داخل ویدیو بیفته 68 درجه نوشته شده. اینجا همونطور که مشاهده میکنید 68 درجه هستش. این تفاوتی بود از این دو نوع اسپرینکلر، حالا 68 درجه و دمای بعدی که 79 درجه هست. و خواستیم که توی این ویدیو از نزدیک و چون اسپرینکلر کمیابی هم هست این اسپرینکلر 79 درجه به صورت نزدیک و به صورت عملی ببینید و تفاوت‌هاش رو خدمت شما عرض بکنیم. ممنون از همراهیتون.